میگه ای زمانی مجنون اومد تو مسجد نزدیک خونه لیلی معتکف شد. خب روش نمیشد مستقیم بره اونجا در خونه شو بکوبه بگه من اومدم، همونجا معتکف بود. عشقش همین بود که تو محله لیلیه، عشقش همین بود که بوی از لیلی به مشامش میخوره، عشقش همین بود که در کوچه لیلی الان امر علی الدیار دیار لیلی اقبل ذا الجدار و ذا الجدار ما حب الدیار شقفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. در و دیوارا رو میبوسید. بهش گفتن این در و دیوارا که شعور احساسی ندارن چرا با اینا ابراز محبت میکنی؟ که من با این در و دیوار محبت نمی کنم، با اون کسی که تو این در و دیوار سکونت داره. لیلای من اینجاست، چون او رو دوست دارم، در و دیوار محلش هم دوست دارم، با اینا دارم محبت میکنم. برحال مجنون تو مسجد معتکف بود به ظاهر، اما نه برای الله. معتکف کی بود؟ لیلا خانم بود. یه جورایی بهش خبر رسوند که من تو مسجدم، خبر داشت. لیلی هم یواشکی حلوایی درست کرد، دست یه بچه ای داد، گو ببر مسجد بده به لیلی، بده به مجنون. این حلواها رو آوردم در مسجد. بعد گفت مجنون کیه؟ این حلواها رو لیلی فرستاده. اونجا 7-8 نفر ماشاءالله شکم باره نشسته بودن. تا بحث حلوا آمد اینا بلند شدن گفتن ما همه مجنونیم. سینی رو تا ته خوردن. مجنون واقعی اون گوشه مسجد فقط به حلوا نگاه میکرد و از دیدن لذت میبرد، نه از خوردن، چون مال لیلی بود. روز بعد شد باز 2 مرتبه سینی حلوا آمد. مجنون کیه؟ اینا همه ریختن، گفتن ما همه مجنون. شروع کردن خوردن. روز سوم، روز چهارم. آخر لیلی گفت این چطور مجنونیه که میخوره؟ اما پیغامی بسغامی حرفی حدیثی به بچه گفت چیزی نگفت. و آخه یک مجنون نیست، ماشاءالله مسجد پر مجنونه. عجب. تو هم هر روز حلوا رو میبری دست همه اینا میدی؟ گفت بله. تو ببین فردا که این حلوا رو بردی مسجد، هر کی گفت من مجنونم بگو اشکال نداره. یه ظرف کوچک با یک تیغ تیز داد، گفت یک ذره از خون شاهرگ خودتون به من بدید، من میخوام با خون شما عشق کنم. بچه اینو برد تو مسجد. گفت مجنون کیه؟ همه گفتن ما هستیم. گفت صف کشید. گفت چی شد؟ بود یارانه ای شد، کپنی شد، چه خبر شد؟ بعد گفتن نه امروز معامله یکم فرق میکنه. لیلی از شما خون خواسته. تا بحث خون آمد همه اینا فرار کرد، رفتن سینی خالی موند. بعد بچه رو صدا کرد گفت بیا اینجا. مجنون واقعی گفت بیا اینجا، بیا. شاهرگ خودش رو زد، ظرف پر خون کرد، پر شد، لبریز شد. دست رو گرفت گفت ظرف دیگه ای نیست. گفت نه. بعد گفت حلوا رو چیکار کنن؟ گفت بده به اون مجنونای حلوایی بخورن. هر زمان خون بود از من بخور، هر موقع جان بود از من بخور، هر موقع حلوایی بود بده به این مجنون.